خفنم. سلام، ممنونم که ولاگ من نگاه میکنین. میخوام برم شمال، اومدم مغازه خودم یه سری ست بردارم، یه سری کار خفن تا آخر ولاگ با من بشه. خب چیا میخوای برداری؟ یه سری ست تیشرت شلوارک و یه سری شلوار استشو ببینم چی در مغازه داریم. با من همراه باشید. بریم. نگی چیه اینجا؟ این پاکت رو انداختی اینجا؟ اینا چیه؟ سافتار بازی. این خاک چیه اینجا؟ بریم بابا لباس رو برداریم. آقا این سته کاستومه، تیشرت شلواره که میخوام بزنم تنم. خیلی خوشحال شدم که داریم و تموم نشده. خنکه؟ ببین خیلی خنکه، کاستوم خودمه، کار هیجانی. این شلواره کشه، اینم تیشرتشه. الان میرم میزنم داشتنم اینو. نگاه کن چقدر خفن میشه. اینو چقدر بامزه. همین جردنه رو سایز 41 داری؟ ببین با این باحال‌تر نمیشه با مشکی؟ خب مشکیشو داری 41؟ کاکتوس جک هم خوشگله. بچه‌ها راستی امین واسه این عینک زده که چشماشو عمل آره آقا کرده. چشمو عمل کردم. 4 روز اول نورم خیلی اذیتم میکنه. به ستی شد. خوشگل شد دو کفشه. آره. گفتم ست خیلی خفنه. همینو که میخوام سوارشم تا خود شما درش نرم. حالا رسیدم اونجا ببین میخوام چی بزنم. بیا اینجا. میخوام این وستو بزنم. آقا این تبلیغاتی نیستا، ولاگ شماله. بدنم استوری میذارم میبینی، شورتینا میذارم میبینی. اینو میخوام بزنم. این وستو شما ببین تا شلوارکشو برات بیارم. این شلوارک آقا میخوام بزنم تنگش. چقدر خفن رسیدم میشه. شمال ویلا رو ازمون تحویل گرفتم، میخوام این ستو بزنم. الان میپوشم ببین خوشگل میشه یا نه. تا حالا نپوشیدم اینا رو. واقعا تا حالا اینا رو هیچ کدومشو نپوشیدم. من عکس و فیلم ازش نگرفتم. میخوام بزنم برم شمال. حالا ببینیم توی ولاگ خوشگل میشه ان شاءالله. این چقدر خوشگل شد. اینو دیدی؟ اینو میخوام رسیدم اونجا بزنم. امین حالا 41 اینو بده. بابا چه خبره این همه کتونی داری؟ جا بابا نداری اینو دیگه. دوست دارم. خب این خیلی این رنگش خوشگله. جا پیدا میشه تو کمد دیگه. نمیشه. آقا خوبه این؟ خیلی. رسیدم شما. بیا رو آینه بگیرین تصویر رو. چه ستی شد. رسیدم میخوام اینو بزنم. منم میخوام. هرچی میخوای بردار دیگه. بیا تو اینو بردار. کدومو؟ بیا تو اینو بردار. وای آره شلوارکش هم بلنده، میتونی قشنگ بزنی. چقدر دوستش دارم. خیلی بامزه است دیگه. خوراک توه. اینو بزن تو. خوشگل میشه. برو بریم. باز داری چی کار میکنی؟ ببین اینا تازه اومده. اینا مثل وست میمونه. خب خب این شلوارکشه، این تیشرتشه، بعد رنگ بیا کدوم رنگش خفنه. کرم داره، مشکی داره، آبیش خوشگله یا کرمش؟ مشکی زیاد دارم. بیشتر دوست دارم. بذار کرمشو بپوشم بس. اینم برمی‌داریم. وای چقدر نازه. اینو دیدی گفتم این کپش خیلی خوشگله. آره. اینم خفن شد نه؟ خیلی. بعد قرمزیه جردن. اینو نمیخوای تو راه بپوشی؟ نه اون اولیه تو راه خیلی سخت. اون خیلی دوستش داری؟ عالی آقا عالی. خیلی خوش. استایل آستیناشو خیلی هستم. آره. بسته یه دست دیگه بردارم. بابا بسه. دست دیگه بردارم. آقا بسه. آقا بدون عینک چقدر خوشگل بودم. یه عمر عینک زدم. بریم. چیکار میکنی؟ دارم مرتب میکنم قفس مغازم عزیزم. مطمئن؟ چیکار میکنی؟ بابا بذار بپوشم دیگه. آقا چیزی خیلی خفنه. بچه‌ها چقدر من این صورتی رو دوست دارم. چقدر نازه. آره. این چقدر خفنه. ببین نظرم نسبت به همه ستا چیز شد، عوض شد. به نظر میاد از همشون خفن‌تره. همش خفن‌تره. اینو خودم ندیده بودم، تازه اومده. نمیخوای زیرش یه تیشرت سفید بزنی؟ زیرش هم یه سفید میزنم خیلی باحال میشه. دکمه‌اش آره. بذارم. آره دیگه تیشرت رو بزن. به خوب شد. اینجوری باحال‌تر شد. ببینیم چجوری میشه. آستینش رو درست. خیلی خیلی باحال‌تر شد. آره. خب تمام. واسه چند روزش خوبه دیگه. دست خب این همه ست جمع کردی ول بریم کن. شمال. بریم. تمام. همین 4 تا کیسه همشو گذاشتی دیگه. آقا خریدامون هم مغازه خودمون انجام شد. داریم میریم شمال. ادامه ولاگو ببین. داداش شما حواست به پیج و مغازه باشه. پیج رو جواب دیر بدی جواب ندیش. آقا بیا بریم. بای بای.
الان ویدیوی شما ویلا رو برام میذارم عشق کنید. بریم. رفیقای خفنم داریم میرسیم ویلا. آرامش رو نگاه کن فقط. به صبحونه رو ببین، کار رو ببین، کار دست خودمه. هوا رو نگاه کن چه بارون. آقا پیشنهاد میکنم هر جای دنیا که هستی همین الان تو این هوا باید اینجا باشی. خیلی هوا خفنه، خیلی. الان سوار شدیم بریم یه سری خرید کنیم دوباره برگردیم مایحتاج. ممنونم که تا اینجا ما رو نگاه کردیم. دمتون گرم. ولاگ‌های بیشتر براتون میذارم. عشق منی.